خب نوبتی هم باشه، نوبت آهنگیه که آهنگ آشناییه. ای جانم ای سلام. من از بچگی نه اجازه بدین. من از بچگی آرزو داشتم دقیقاً تیپم مثل گلزار بشه، دقیقاً یه روزم بیام مرتضی پاشایی بخونم. حالا دیگه فرصتش پیش اومده. اون یکی که نشد این یکی شاید بشه. این یه دونه آهنگم بودی کامل مطمئن بودم حفظم، گفتم باز دوباره از روی شعر حالا از روی کاغذش بخونیم. من کلاً هم زیاد با همخوانی مشکلی ندارم، خصوصا که یکی از آرزوام بود از بچگی میگم. حالا این یه دونه آهنگو چون یه دونه میکروفون به ما دادن قرارم نیست من خیلی پر حرفی بکنم. همین یه دونه آهنگ حالا باید با هم دیگه میکروفون رو شیر بکنیم. حله؟ من چون خودم این آهنگ یکی هست رو خیلی دوست دارم، خیلی 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 دوست دارم. آقای پاشایی عزیزم وقت نداریم به خدا، یه دست خیلی خوشگل بزنی شروع بکنه. اول به افتخار محسن که سورپرایز می‌کنه دست خیلی خوشگل بزنید. واقعا من نمیدونم چه بگم، یکی از سورپرایزهای بزرگ زندگی من، باعث افتخار منه که در کنار محسن هستم. بریم سراغ این آهنگ دیگه. محسن بخونه من چی بگم دیگه، به افتخارش دست بزنیم. به افتخار انوشیروان تربتی هم دست خوشگل بزنه که میخواد همراهی کنه. و همینطور نوازنده خوب کشور صفا درمان عزیز رو تشویق کنید. یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون می نویسم اون خوابه بدونه واسه اونه که قلب من این همه بیتابه. یه کاغذ یه خودکار شد دل دیوونه، یه نامه که خیسه پر از عشق کسی بازم اونو نمیخونه. یه روز همینجا توی اتاق یه دفعه گفتارمی چیزی نگفتم آخه نخواستم دلشو غصه بگیر. گریه میکردم درو که میبست میدونستم که میمیرم. اون عزیزم بود نمیتونستم جلوی راشو بگیرم. یکی هست تو قلبم که هر شب واسه اون مینویسم و اون خوابه نمیخوام بدونه واسه اونه که قلب من همه بیتابه. یه کاغذ کار دوباره شده همدم این دل دیوونه که خیسه پر از عشق بازم اونو نمیخونه.